شنوندگان عزیز تقدیم می کند خلاصه کتاب اداره امور عمومی تطبیقی، نویسنده فرل هدی، مترجمان سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. انتشارات اندیشه های گوهربار. ساختار بوروکراسی در سازمان‌های دولتی. در این قسمت ساختار بوروکراسی در سازمان‌های دولتی از دو جنبه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یک، ارزیابی واحدهای سازمانی در بخش دولتی. دو، ارزیابی استخدام در بخش دولتی. یک، ارزیابی واحدهای سازمانی در بخش دولتی. ایجاد سلسله مراتب و تقسیم کارها بر حسب تخصص باعث شده است که واحدهای سازمانی با نظم و ترتیب خاصی گروه بندی شوند. این بخش بندی در کشورهایی که گرایش‌های سیاسی و سایر ابعاد سیستم اداری آنها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر ندارند تا حد قابل توجهی مشابه میباشد. در اینجا واحد مبنا به عنوان زیرمجموعه سازمانی اداره امور دولتی وزارتخانه میباشد. برایان چاپمن وزارتخانه‌های موجود در اروپای قدیم را که از سیستم اداره امور دولتی روم به ارث برده شده را شامل امور خارجه، دادگستری، دارایی، دفاع و امور داخله می‌داند. با افزایش مسئولیت‌ها و خدمات دولتی، وزارتخانه‌های جدیدی مانند آموزش، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و اخیراً نیز وزارتخانه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی از وزارت امور داخله منشعب شدند. ریچارد روز روند رشد وزارتخانه‌ها در تعدادی از کشورهای غربی در فاصله اواسط قرن 19 تا سال 1980 را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه گرفته است که میانگین تعداد وزارتخانه‌های هر کشور از 9.4 به 19.2 افزایش یافته است. جین بلاندل عقیده دارد که سریع‌ترین رشد تعداد وزارتخانه‌ها متعلق به اواخر دهه 1940 تا اواسط دهه 1970 میباشد. طی این مدت میانگین تعداد وزارتخانه‌ها از 12 به 18 رسید. به رغم اینکه تفاوت موجود بین حداقل و حداکثر تعداد وزارتخانه چشمگیر است و الگوی خاصی از بخش بندی ظهور کرده است، ولی می توان با بررسی تعداد وزارتخانه‌های موجود در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسید که آنها تفاوت عمده‌ای با یکدیگر ندارند، زیرا یک نوع شباهت و یک نواختی در سیستم اداری این کشورها وجود دارد. بر حسب گرایش دولت‌ها به تشکیل واحدهای تخصصی یا ترکیبی، جمعیت کشور، وسعت و دامنه برنامه‌های دولتی، ملاحظات عقیدتی، موقعیت جغرافیایی و سایر عوامل، تعداد وزارتخانه‌های دولت‌ها معمولاً بین 12 تا 30 متغیر است. طبق گزارش چاپمن، کشور سوئیس با داشتن فقط 7 وزارتخانه کمترین تعداد وزارتخانه را دارد و دلایل آن نیز عبارتند از: 1. کوچک بودن اندازه کشور. 2. محدودیت دامنه مداخلات دولت. 3. مفاد قانون اساسی. 4. کنفدراسیونی بودن این کشور که بر استقلال بخش‌های عضو یعنی کانتون‌ها تاکید می‌کند. تعداد زیادی از کشورها که عمدتاً کوچک هستند دارای 10 وزارتخانه یا کمتر میباشند. معمولاً در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، پاناما، پرتغال، تایلند، ژاپن، کلمبیا و هلند که از نظر اندازه و وسعت، موقعیت جغرافیایی، مشخصات سیاسی و سطح توسعه با سایر کشورها تفاوت دارند، تعداد وزارتخانه‌های آنها در حدود 12 میباشد. دسته دوم کشورهای مانند اندونزی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مراکش، کانادا، یونان و میانمار یا برمه میباشند که در حدود 20 وزارتخانه دارند. در این گروه کشورهای دیگری از جمله بروندی، ایران، ماداگاسکار، اسرائیل، مکزیک، نپال و فیلیپین نیز قرار میگیرند که قبلا تعداد وزارتخانه‌های کمتری داشتند ولی اکنون تمایل به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها دارند. در این بین کشورهایی که تعداد وزارتخانه‌های آنها بیشتر بوده ولی این تعداد در حال نوسان میباشد عبارتند از ایتالیا، بریتانیا، روسیه، لهستان، چین، کوبا و مجموعه کشورهای متمایل به نظام با مرام کمونیستی.
بالا بودن تعداد وزارتخانه‌ها در گروه اول یعنی حکومت‌های پارلمانی را احتمالاً می‌توان به دلیل امکان ایجاد تغییر در وزارتخانه‌ها با تصویبنامه هیئت دولت و یا وجود سیستم پارلمانی دانست و این امر در گروه دوم یا کشورهای کمونیستی به دلیل وسعت دامنه مسئولیت حکومت در امور اقتصادی میباشد. روسیه یا شوروی سابق تنها کشوری است که احتمالاً هم از نظر میزان نوسان در تعداد وزارتخانه‌ها و هم در رابطه با تعداد وزارتخانه در حال حاضر رکورددار است. بررسی سوابق گذشته نشان می‌دهد که طی 3 دهه از اواسط دهه 1920 تا اواسط دهه 1950 تعداد وزارتخانه‌های روسیه از عدد 10 به 59 عدد رسیده است و تعداد آنها برای مدتی در سطح 50 وزارتخانه ثابت مانده است. این تعداد در سال 1953 به طور ناگهانی به سطح 25 وزارتخانه تقلیل یافت. سپس در عرض 35 سال گذشته تعداد وزارتخانه‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافت و در سال 1976 به 77 وزارتخانه و در اواخر همان دهه به 80 وزارتخانه رسید. سپس در اواخر سال 1986 به 57 وزارتخانه کاهش یافت. از طرفی تجزیه و تحلیل تطبیقی مشخصات عملیاتی وزارتخانه‌ها بسیار ناچیز بوده است. یکی از مطالعات برجسته در مورد مسیر توسعه یا کارراهه به وسیله جین بلاندل به عمل آمده است. وی در تحقیق خود اطلاعات مربوط به 2000 وزیر را که از سال 1945 تا اواسط سال 1985 در مقام وزارت انجام وظیفه می‌کردند مورد بررسی قرار داده است. او در عرصه مطالعاتی خود در 6 ناحیه شامل کشورهای غربی، کمونیستی، آمریکای لاتین، خاورمیانه، شمال آفریقا، جنوب صحرا، جنوب و شرق آسیا مشترکاتی را درباره سوابق اجتماعی وزرا، مسیر خدمتی منجر به کسب مقام وزارت، همچنین طول مدت خدمت آنها در مقام وزارت و برخی الگوهای رفتاری مشهود را کشف کرده است. دستیابی به 2 مشکل اساسی حاصل این مطالعه بود. این 2 مشکل عبارتند از 1. کوتاه بودن عمر خدمتی آنها در مقام وزارت. 2. وجود یک نوع سازگاری و توافق فیمابین 2 ویژگی مهم، یعنی برخورداری از تخصص لازم و داشتن نمایندگی از طرف رای دهندگان. جین بلوندل در جمع‌بندی کلی و بدبینانه خود به این نتیجه رسیده است که امروزه ورود به مسیر خدمتی برای نیل به مقام وزارت دارای 3 ویژگی عمده به شرح زیر می باشد. 1. از کمترین جاذبه برخوردار است. 2. آغاز و پایان آن یک حادثه است. 3. کسانی در این مقام منصوب می شوند که الزاماً به آموزش و توانایی آنها ارتباطی ندارد. ارتباط بین وزارتخانه‌ها و فرایند تصمیم گیری در هیئت وزیران به مراتب کمتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات انجام شده نیز عمدتاً مربوط به تصمیم گیری پارلمانی کشورهای غربی بوده است. بر اساس روشنگرترین مطالعات هیچ گونه الگوی خاصی برای ساختار هیئت وزیران وجود ندارد. لیکن این نظریه که در رأس هر وزارتخانه کمیته ها و در رأس کمیته ها هیئت وزیران و در رأس هیئت وزیران نیز نخست وزیر قرار دارد و کلیه تصمیمات استراتژیک و مهم ضرورتاً در سطح پایین و بالا مورد بررسی قرار می‌گیرد حقیقت ندارد. بلکه در اکثر هیئت‌های وزیران تصمیمات مرتبط ولی جزئی گرفته می‌شود و کمیته‌های هیئت وزیران نیز نقش‌های حساسی را در ایجاد هماهنگی و حل تعارض‌ها ایفا می‌کنند. به هر حال کمتر تصمیمی به وسیله مجموعه کامل هیئت وزیران اتخاذ می‌شود. علاوه بر تعداد و ترتیب وزارتخانه‌ها و ادارات اصلی، ترکیبات سازمانی هم احتمالاً اثرات قابل توجهی بر بوروکراسی دارد. در اغلب کشورها رده‌هایی از سازمان‌های اداری به وجود آمده است که در هیچ یک از سیستم‌های وزارتخانه‌ای نمی‌گنجد. سازمان‌هایی که برای هماهنگی و کنترل امور به وجود آمده است از جمله این سازمان‌ها میباشند.
برخی از سازمان‌ها از وزارتخانه‌های مادر جدا شده و در راه تبدیل شدن به یک وزارتخانه جدید مسیر خود را طی می‌کنند، ولی هنوز به آن مرحله نرسیدند. از جمله این سازمان‌ها کمیسیون‌های انتظامی مستقل در ایالات متحده آمریکا میباشد که با توجه به ماهیت کنترلی که بر بخش خصوصی اعمال می‌کنند به صورت مستقل از وزارتخانه مربوطه ایجاد شده است. متداول‌ترین شکل سازمان‌های در حال افزایش طی سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی هستند که در بسیاری از کشورها متداول بوده و نشان دهنده وجود تفاوت‌های وسیع در نقش دولت‌ها در عرصه اقتصاد میباشد. شرکت‌های دولتی در کشورهایی که در راه صنعتی شدن تحت سرپرستی دولت تلاش می‌کنند، نمود بیشتری پیدا کرده است. ممکن است اختیارات تفویضی به این شرکت‌ها در زمینه مدیریت منابع انسانی و سایر موضوعات مربوط اثر عمیقی بر بوروکراسی این شرکت‌ها و حتی بر باقی مانده بخش دولتی داشته باشد. جامع‌ترین کتاب تحت عنوان سازماندهی دولت، سازمان‌های اداره کننده که توسط کمپل و پیترز به رشته تحریر درآمده است، نشان دهنده توجه مجدد دولت‌ها به نهادها میباشد. مطالعه این کتاب قدرت درک بهتری از رفتار کارکنان در داخل سازمان‌ها و نهادها را ممکن می‌سازد. این محققان نه تنها موضوعات سازمانی و بین المللی آنها را تجزیه و تحلیل کردند، بلکه زمینه استفاده از تجربیات کسب شده در سایر کشورها را نیز فراهم می‌آورند. از طرفی در حال حاضر قابلیت‌های نسبی سیستم‌های پارلمانی و ریاست جمهوری مورد توجه خاص قرار گرفته است. کاملترین تحلیل در این زمینه در کتاب آیا نهادها حائز اهمیت هستند؟ تألیف کند، ویور و برت راکمن در سال 1993 می باشد که مقدمه و جمع‌بندی مقالات را انجام دادند و عمل آمده است. آنها به این نتیجه رسیدند که اهمیت تفاوت سیستم‌های پارلمانی با یکدیگر حداقل برابر اهمیت تفاوت آنها با سیستم‌های ریاست جمهوری است. آنها اذعان دارند که حتی برای سوالات ساده خود پاسخی پیدا نکردیم. همچنین در جمع‌بندی خود توصیه می‌کنند که نهادها داروی همه دردها نیستند، ولی آنها دارای تهدیدات و فرصت‌های قابل پیش‌بینی هستند. بحث‌های جدی مربوط به اصلاح و طراحی نهادها می‌باید مبتنی بر درک وجود تعادل بین تهدیدات و فرصت‌های مورد اشاره باشد. البته در زمینه اصلاحات کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای جدید و تأسیس بعد از فروپاشی شوروی تحقیقات قابل توجهی به عمل آمده است. سایر مطالعات اخیر انحصاراً درباره بقای نسبی سیستم‌های پارلمانی و ریاست جمهوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. فعالیت‌های انجام شده شامل مبادله اطلاعات، سمینارها، انتشارات و سایر فعالیت‌ها برای شناخت مبانی بقای دولتمداری، حکومتداری و دموکراتیک شامل پارلمانی، ریاست جمهوری و مختلط بوده است. 2. ارزیابی استخدام در بخش دولتی. تفاوت میزان و پراکندگی استخدام‌های دولتی در بین کشورهای مختلف نیز یکی از عوامل اثرگذار بر عرصه سازمانی است. به رغم اینکه دستیابی به اطلاعات قابل اعتماد به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشکل است، ولی دونالد و روات اخیراً اطلاعاتی را درباره استخدام دولتی و نسبت آن به جمعیت در 21 کشور توسعه یافته و 36 کشور در حال توسعه جمع‌آوری کردند. به جداول شماره 1 و 2 مراجعه شود. برابر آمار این تحقیق پایین‌ترین نسبت استخدام با 83% مربوط به کشور بروندی و میانگین استخدام دولتی در مجموع کشورهای تحت مطالعه بین 5 تا 6% است. میزان استخدام دولتی در کشورهای توسعه یافته بیشتر
و در حدود 8% کل جمعیت آنها می باشد. در حالی که این نسبت در کشورهای در حال توسعه کمتر و در حدود 4% کل جمعیت آنهاست. ژاپن کمترین نسبت استخدام یعنی 4.44% را در بین کشورهای توسعه یافته دارد و کشور انگلستان و دانمارک بعد از سوئد بالاترین نسبت را دارند. اکثر کشورهای در حال توسعه به استثنای مصر نسبتی کمتر از ژاپن دارند. بعد از بروندی کشورهای سنگال، چین، گواتمالا، هند، تانزانیا، نیجریه و کنیا کمترین نسبت استخدام یعنی کمتر از 3% را در بخش دولتی دارند. همانطور که در جداول آماری نشان داده شده است، یکی از تفاوت‌های عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چگونگی توزیع کارکنان است. در کشورهای توسعه یافته بخش اعظم کارکنان در ایالات و ادارات محلی استخدام می‌شوند، در حالی که در کشورهای توسعه نیافته کارکنان عموماً در دولت مرکزی متمرکز شدند. استخدام در شرکت‌های دولتی نیز در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال، بریتانیا و سریلانکا بالاترین نسبت و ایالات متحده آمریکا و گواتمالا تقریباً پایین‌ترین نسبت را دارند. با استفاده از این اطلاعات می‌توان به نتیجه گیری‌هایی دست یافت، ولی این اطلاعات برای تجزیه و تحلیل جامع و فراگیر ناقص و نارساست. بنابراین لازم است در مطالعه هر یک از کشورها استخدام بخش دولتی آن کشور را در مقایسه با سایر کشورها و بر اساس اطلاعات موجود با دقت بیشتری ارزیابی کرد. جدول شماره 1. کارمندان دولتی به عنوان درصدی از جمعیت در 21 کشور توسعه یافته در سطح دولت و بنگاه‌های عمومی. کشور سوئد سال 1979 دولت مرکزی 2.55%، دولت محلی و ایالتی 12.12%، جمع 14.66%. مؤسسات خارج از شمول 1.64، کل بخش دولتی 16.31. دانمارک سال 1981 دولت مرکزی 2.57، دولت محلی و ایالتی 8.78، جمع 11.35، مؤسسات خارج از شمول 1.18، کل بخش دولتی 12.53. استرالیا 1980 دولت مرکزی 2.57، دولت محلی و ایالتی 7.77، جمع 9.83. مؤسسات خارج از شمول 1.14، کل بخش دولتی 10.97. انگلستان سال 1980 دولت مرکزی 4.16، دولت محلی 5.41، جمع 9.57. مؤسسات خارج از شمول 3.64، کل بخش دولتی 13.21. نروژ سال 1979 دولت مرکزی 3.19، دولت محلی و ایالتی 5.60، جمع 8.88. مؤسسات خارج از شمول و کل بخش دولتی هم نوشته نشده. نیوزلند سال 1981 دولت مرکزی 6.86، دولت محلی و ایالتی 1.52، جمع 8.38. مؤسسات خارج از شمول 1.96 و کل بخش دولتی 10.35. فنلاند در سال 1979 آماری از دولت مرکزی، دولت محلی و ایالتی و مؤسسات خارج از شمول و کل بخش دولتی ارائه نداده، اما مجموع دولت مرکزی و دولت محلی و ایالتی را 8.11 بیان کرده است. اتریش سال 1979 دولت مرکزی
3/85، دولت محلی 4/25، جمع 8/6. اطلاعاتی از مؤسسات خارج از شمول و کل بخش دولتی ارائه نشد. ایالات متحده سال 1981 دولت مرکزی 1/87، دولت محلی و ایالتی 5/91، جمعش کل 7/77، مؤسسات خارج از شمول 29، کل بخش دولتی 8/7. بلژیک سال 1980 دولت مرکزی 4/88، دولت محلی و ایالتی 1/87، جمع 6/75، مؤسسات خارج از شمول 2/1، کل بخش دولتی 8/77. ایسلند سال 1980 دولت مرکزی 5/49، دولت محلی یا ایالتی 93، جمع 6/42، مؤسسات خارج از شمول 1/24، کل بخش دولتی 7/65. کانادا سال 1981 دولت مرکزی 1/49، دولت محلی و ایالتی 4/73، جمع 6/22، مؤسسات خارج از شمول 1/58، کل بخش دولتی 7/8. آلمان سال 1980 مؤسسات دولتی 1/3، مؤسسات محلی و ایالتی 4/76، جمع کل 6/7، مؤسسات خارج از شمول 1/64، جمع کل بخش دولتی 7/7. فرانسه سال 1980 آماری از بخش دولتی و بخش ایالتی و محلی ارائه نکرده، جمع کلش رو ولی 5/73 بیان کرده. همچنین آماری از بخش خارج از شمول و کل بخش دولتی هم بیان نکرده. هلند سال 1980 بخش دولتی 2.5، بخش ایالتی و محلی 2.96، جمع 5/46، مؤسسات خارج از شمول 33، جمع کل بخش دولتی 5/79. ایتالیا سال 1980 مؤسسات دولتی 2/97، بخش ایالتی و محلی 2/21، جمع 5/34، بخش مؤسسات خارج از شمول 77، جمع بخش دولتی 6/11. سوئیس سال 1979 آماری از بخش دولتی، بخش ایالتی و محلی بیان نکرده، جمع کل این دو بخش رو 4/76 بیان کرده و همچنین آماری از مؤسسات خارج از شمول و جمع بخش دولتی بیان نکرده. لوکزامبورگ سال 1979 مشابه سوئیس آماری از بخش دولتی و بخش ایالتی و محلی بیان نکرده، جمعش رو 4/68 بیان کرده و از مؤسسات خارج از شمول و جمع بخش دولتی نیز اطلاعاتی نداده. ایرلند 1978 مؤسسات دولتی 2.30، بخش ایالتی و محلی 2.21، جمع 4.5، مؤسسات خارج از شمول 2.21 و جمع بخش دولتی 6/71. اسپانیا سال 1979 اطلاعاتی از بخش دولتی و بخش ایالتی و محلی بیان نکرده، جمع این دو بخش 4 در نظر گرفته شده و مؤسسات خارج از شمول و بخش دولتی هم اطلاعاتی ندارد. ژاپن سال 1980 بخش دولتی 1/4، بخش ایالتی و محلی 2/73، جمع 3/75،
مؤسسات خارج از شمول 69 صدم، جمع بخش دولتی 4/44. جدول شماره 2 کارمندان دولتی به عنوان درصدی از جمعیت در 36 کشور در حال توسعه در سطح دولت و بنگاه‌های عمومی. باربادوس سال 1981 اطلاعاتی از دولت مرکزی، دولت محلی ایالتی و مؤسسات خارج از شمول و بخش دولتی در دسترس نیست، اما جمع دولت مرکزی و دولت محلی و ایالتی 10/71. بحرین 1981 دولت مرکزی 6/25، دولت محلی و ایالتی 14 صدم، جمع 6/39. موریتانی 1980 دولت مرکزی 5/4، دولت محلی و ایالتی 59 صدم، جمع 5/99. مؤسسات خارج از شمول 2/2، کل بخش دولتی 8/19. سنگاپور سال 1981 دولت مرکزی 5.39، اطلاعاتی از دولت محلی و ایالتی ندارد، جمع 5/39. باهاما سال 1978 دولت مرکزی 4/98، دولت محلی و ایالتی ندارد، جمع 4/98. مؤسسات خارج از شمول 8 کل بخش دولتی 5/78. جامائیکا سال 1980 دولت مرکزی 2.89، دولت محلی و ایالتی 2، جمع 4/88. مؤسسات خارج از شمول و کل بخش دولتی ندارد. آرژانتین 1981 دولت مرکزی 2/12، دولت محلی 2/6، مؤسسات خارج از شمول 1/16، کل بخش دولتی 5/88. عمان سال 1980 دولت مرکزی 4/36، دولت محلی و ایالتی ندارد، جمع 4/36. سنت لوئیس سال 1981 دولت مرکزی 3/85، دولت محلی و ایالتی 33 صدم، جمع 4/18. مصر 1979 دولت مرکزی 1.4، دولت محلی و ایالتی 2.61، جمع 4، مؤسسات خارج از شمول 1.4، کل بخش دولتی 5.41. پاناما 1979 دولت مرکزی 3.39، دولت محلی و ایالتی 22 صدم، جمع 3/81، مؤسسات خارج از شمول 2/5 صدم، کل بخش دولتی 5/86 صدم. سوایزلند سال 1981 دولت مرکزی 3/39، دولت محلی و ایالتی گزارش نشده، جمع 3.35، مؤسسات خارج از شمول 27 صدم، کل بخش دولتی 3/62. قبرس 1982 دولت مرکزی 3/25، دولت محلی و ایالتی 1/10، جمع 3.34. کره 1981 دولت مرکزی 2.66، دولت ایالتی و محلی 42 صدم، جمع 3.8 صدم، مؤسسات خارج از شمول 58 صدم، کل بخش دولتی 3.65. بوتسوانا 1979 دولت مرکزی 2.25، دولت محلی و ایالتی 65 صدم، جمع 3/4 صدم. سریلانکا 1980 دولت مرکزی 2.72 صدم، دولت محلی و ایالتی 31 صدم، جمع 3/2 صدم، مؤسسات خارج از شمول 5.14 صدم، کل بخش دولتی 8/16. تایلند 1979 دولت مرکزی و دولت محلی و ایالتی گزارش نشده، اما جمع این دو 2/97. پرتغال 1977 دولت مرکزی و دولت محلی و ایالتی گزارش نشده، اما جمع این دو 2/61.
زامبیا سال 1980 دولت مرکزی 2.47، دولت محلی و ایالتی 8، جمع 2.6، مؤسسات خارج از شمول 2.13، کل بخش دولتی 4.73. لیبریا 1982 دولت مرکزی 2.41، دولت محلی و ایالتی هیچ، جمع 2.41، مؤسسات خارج از شمول 31 جمع بخش دولتی 2.73. کنیا 1980 دولت مرکزی 2.1، دولت محلی و ایالتی 24 جمع 2.23، مؤسسات خارج از شمول 61. فیلیپین 1979 بخش دولت مرکزی 1.71، بخش دولت ایالتی و محلی 35 جمع 2.6، مؤسسات خارج از شمول 2.29 و جمع کل بخش دولتی 2.84. بلیز 1981 دولت مرکزی 1.94، دولت محلی و ایالتی هیچ، جمع 1.94، کل بخش دولتی 4.31. در این شاخص مؤسسات خارج از شمول گزارش نشده. زیمبابوه سال 1979 دولت مرکزی 1.53، دولت محلی و ایالتی 32 جمع 1.85. هند سال 1977 دولت مرکزی 67 دولت محلی و ایالتی 1.14 جمع 1.81، مؤسسات خارج از شمول 59 کل بخش دولتی 2.39. گواتمالا سال 1981 دولت مرکزی 1.45، دولت محلی و ایالتی 26 جمع 1.71، مؤسسات خارج از شمول 1 کل بخش دولتی 1.81. سودان 1978 دولت مرکزی و دولت محلی و ایالتی گزارش نشده، جمع 1.61. توگو 1980 دولت مرکزی 1.53، دولت محلی و ایالتی هیچ، جمع 1.53. تانزانیا 1978 دولت مرکزی 1.43، دولت محلی هیچ، جمع 1.43. اوگاندا 1982 دولت مرکزی 1.1، دولت محلی و ایالتی 14 جمع 1.40. مؤسسات خارج از شمول 59 کل بخش دولتی 1.99. ماداگاسکار 1980 دولت مرکزی و دولت محلی و ایالتی گزارش نشده، جمع این دو 1.7. آفریقای جنوبی 1982 دولت مرکزی 7 دولت محلی و ایالتی 24 جمع 94. سنگال 1976 دولت مرکزی 9 دولت محلی و ایالتی هیچ، جمع 9 مؤسسات خارج از شمول 35 کل بخش دولتی 1.25. بنین 1979 دولت مرکزی 76 دولت محلی 12 جمع 88 مؤسسات خارج از شمول 66 کل بخش دولتی 1.54. کامرون 1981 دولت مرکزی 66 دولت محلی هیچ، جمع 66. بروندی 1978 دولت مرکزی 42 دولت محلی و ایالتی 8 جمع 51 مؤسسات خارج از شمول 32 کل بخش دولتی 83.